واقع را در رساله یک پیکر با چند جیکر روشن ساختن. فیضانی صاحب میخواست که مطبعی را به نام خود به نام فیضانی پرینتر یا بخواه و تا جای کارهایش هم پیش رفته بود و میخواستن سفری بکنن به جرمنی و از اینجا ماشینالاتش داخل کنن و منظور تا کویت و عراق اینجا هم سفر کرده بودن مقدماتش، ولی شرایط مختلف او زمان اجازه نداد که فیضانی صاحب این کار را بکنه و در زمین به خاطر این کار به زندان رفتن. فیضانی صاحب بعد از اینکه از این مسئله مایوس میشه اقدام به این میکنه که این آرزوی خود خردتر میسازه، اقدام به ساختن کتابخانه میسازه و اولین کتابخانه که حضرت فیضانی صاحب میسازه در مرحله اول در سال 1348 میباشه در کارتیچا و ساحه‌ای که نزدیک پانتون کابل است. این علامه صاحب بزرگوار انتخاب کرد برای اینکه تماس مستقیمش با جوانای پانتون و زمان در دهه دموکراسی تماسشان حاصل شد. بعد از اینکه چنین کتابخانه در کوچک بود در طرف مقابل مسجد عمر جان کندهاری، حالا اونجا به یک دکان به اصطلاح بقالی تبدیل شده، فیضانی صاحب کارش گسترش پیدا میکنه و راجع به این کتابخانه هم مورخین ما صحبت کرده در تاریخ‌های نهضت اسلامی که کتابخانه بسیار موثر بوده. جوانایی که سوال پیچ میشدن به مسائل مارکسیسم میزمینا یگانه مرجعی که میتونستن از اینجا آثار اسلامی و فلسفی را پیدا کنه، این کتابخانه را به نام کتابخانه شیشه‌ای فیضانی صاحب نام گذاشت. انکشاف کرد. بعد به مرحله دوم در سال 1350 کتابخانه خود انتقال میکنن در جوار جنوب شرقی مسجد پلخشتی کابل در به اصطلاح کوچه پلافروشی و مرغا که میرن. در وقت این ساحه عام را که ازدحام همه طبقات جامعه است انتخاب میکنن و به این مطالبش بوده که هم چون مسجد پلخشتی مرکز تجمع کل مسلمان ها سراسر افغانستان است، در اونجا هم موعظه و سخنرانی میکردن و بعد با کسایی که زیادتر علاقمند میشدن میتونستن در این کتابخانه هم با ایشون مجلس داشته باشن. دیگه فیضانی صاحب به یاد میاد در اون وقتا من صنف دوم سوم مکتب بودم، زیاد علاقه به مطالعه کتاب داشت. اونا یک شوخی و مطالعه میکردن که جوان‌ها یک مرض پیدا کنن، مرض مطالعه که همیشه کتاب با شما باشه، همیشه حتی در سرویس، حتی در تیاره، حتی در آینده وطن ماسخای بریل میشه شما مطالعه داشته باشین. و چون عشق فراوان به نویسندگی و مطالعه نداشت، یک کتابخانه بسیار خوبی را با مصرف شخصی خود و همکاری دیگر مسلمان ایجاد کرد. به یادم از در جریده لندن اون زمان یک مصاحبه خاص با اون صورت گرفت و سرعنوانش این بود که 5000 جلد کتاب با دست خالی که هر کس ایجاد میکرد و نمای بیرون کتابخانه را که بسیار زیبا بود در اونجا عکاسی کرده بود، نمای داخل کتابخانه را و میزای مطالعه را و اون طرح و دیزاین که فیضانی صاحب به بسیار شکل زیبا کتاب‌هایی که جلداش تصویر داشت. مثلا در سی حضرت ابراهیم یک کتاب بود برای مرد در میان آتش و بسیار زیبا تصویری هم بود و آدم جذب میکرد که باید کتاب‌ها را مطالعه کنند. ما به یادم است که اکثرا چپی ها هم در کتابخانه می آمدن، بحث‌های آزاد فلسفی را از فیضانی صاحب که ظاهراً از دیگه علما نمیتونستن مطرح بکنن با تبحر علمی که جناب مولانا صاحب داشت مطرح میکردن. و در مورد این کتابخانه هم در جریده جهاد هنداره یکی از دانشمندا در سال 70 از آثار فیضانی صاحب اگر نام بگیریم نام ببریم اون مسئله را هم میشه بسیار صحبت کنم. من فقط به خاطر از این مقدمه را یاد کردم که کتابخانه فیضانی صاحب در اول که تشکیل شده بود یک کتابخانه ساده و بسیط بود، فقط عبارت رو در سالن مطالعه، اتاق پذیرش و اتاق بود برای نشر و طبع که بروشورهای اعلانات کتابخانه را برسه ایده نشد. بعد این کتابخانه در سال 52 وقتی که از طرف دولت ضبط میشه و فیضانی صاحب دستگیر میشه، دیگه کتابخانه و کتابای فیضانی صاحب اکثرا به وزارت داخله برده میشه و مسدود میشه تا اینکه ما در محیط جدید در سال 1367 دانستیم که دوباره این کتابخانه را در محیط جدید تأسیس بکنیم. این کتابخانه بخش‌های مختلفی را داشت، گسترده‌تر بود، کتابخانه بود ولی بسا کارها را انجام میداد. یک بخش از عاملیت طبع و نشر بود. عاملیت طبع و نشر
آثار مختلف نشر کرد از علامه فیضانی، آثاری که به شکل نسخه در زندان نوشته شده بود و کاپیش توسط دوستا و یاراش خارج از زندان و انتقال یافته بود، اونا نشر شد. من به جواب سوال شما میپردازم. یک اثر از اونها به نام پروگرام ابتدایی مدرسه قرآن است که در سال 1365 نشر شده. متاسفانه او را نیافتم فعلا که به شما بیارم. و اثر دومیشان در سال 1366 به نام فتاوی ضروری اصلی مطابق مذهب حنفی. این اثرشان در روز از طریق که فیضانی کتابخانه به نشر رسید. اثر دیگرشان سومیشان جواهر موجود باز هم مخبود. بله میشه با انجینیر صد که بعض از اینا هم جواهر موجود باز هم مخبود. در سال 1369 از فعالیت‌های فرهنگی و کتابخانه فیضانی که در محیط ایجاد بود. اثر دیگه‌شان به نام جهان به تلسکوپ قرآن است. اینا گرچه در سال 1950 نشر شده بود ولی چون خلاص نیاز زیاد بود بار دوم و سوم طبع شده. اثر دیگه که بسیار حجیم است به نام 6 جنبه تقوی ایمان و در حقیقت 6 کتاب علامه با هم جمع شده، جمع‌بندی شده و عناوین مختلف خودشناسی و خداشناسی، جمال و کمال حضرت ثانی در مسنوات، انسان اسرار قرب، انسان فلسفی امتحان و اسرار خلقت تا بارگاه عظمت و الفبای اسرار قرآن. این اثرشان هم در سال 1376 چاپ شد. و اثر دیگه که خود فیضانی تقریبا 2 اثرشان در وقت رژیم شاهی اجازه نشر یافت تانستن به 20 زحمات نشر کنند. یکی اثر دل الذاکرین فی سنت جهر از سید مسلم بود که هم بار دوم چاپ شد در سال 1367 و چاپ دومش بود در سال 1387 که این چاپ جدیدش است که ما دوباره چاپ کردیم. و در این اثر بسیار جالب است که محترم مرحوم عبدالهادی خان داوی رئیس بسیار مشران جرگه در اون وقت در این مورد تقاریض نوشته کردن و ضمن مرحوم استاد خلیل خان خلیلی در یه تقریض نوشته کردن راجع به اثر فیضانی است که مشاور مطبوعاتی شاه بودن در اون زمان. مرحوم استاد علامه صلاح الدین سلجوقی تقاریضی که در آغاز از کتاب مورد هم نشر کردیم. مرحوم استاد گلپاچه خان الفت بزرگای علم و دانش ما در رشته ادبیات پشتو، استاد عبدالستار خان سیرت، مرحوم مولوی سید عبدالکریم حقانی، مرحوم مولوی سید وجدافند، مرحوم از سر دوستان ما اطلاع ندارم نگم، محمد علم خان قواس و نظر محمد خان نوا، شخصیت بسیار بزرگ علمی کتاب مطالعه کردن و توصیه کردن برای جوانان و علما دانشمندان که از این کتاب حتما استفاده کنند. و اثر بسیار زیبای دیگری علامه فیضانی که ما توفیق نشر یافتیم در سال 1371 رازهای موفقیت انسان با قرآن که در اینجا بسیار اصولنامه اساسات یک مسلمان و مؤمن چگونه بتواند که قرآن زنده شود یا در زندگی خود قرآن در همه ابعاد زندگی، عقیده، اراده، سلوک، دقت و اجراعات و مسائل اقتصاد، همه مسائل به صورت فشرده فیضانی صدق آیات قرآنی و حدیث نبوی جمع‌بندی کرده، لکچر بندی کرده، ماده بندی کرده که چون فرصت مطالعه زیاد بر اکثر جوانای ما با دید و اینو آن سرگرم کننده نیست، دیگه خلاصه دیگه کردن و دادن اجازه را برای هموطنای ما چاپ کردیم در خدمتشان است. و به این شکل رهبر گمشده ما کیست که ما وقت بسیار جوانم بودم به پشاور هجرت کرده بودم به خاطر که زعما بودن ماشاءالله زیاد ولی از نظر تاریخی کسایی که فکری و مکتبی مبارزه کرده بودن و در فکر اندیشیشون به زندان رفته بودن به نظر من متقدم‌ترین شخصیت فیضانی صاحب است و به خاطر مدعی اثر در وقت روشنی انداخت. و کار خوبی دیگری که شده که فیضانی صاحب نخواستیم که با او آرمان و دردی که از وطن و دین و جامعه خود داشت از تاریخ و از انظار جوانای ما فراموش شد. ما و سایر یارای علامه صاحب بزرگوار کسانی که مهاجر بودن و مجاهد بودن در اونجا با هم یک جا کوشش کردیم که روز زندانشین فیضانی صاحب که روز بزرگ و سترگ تاریخی است 28 قوس 352 و هر سال تا یک کنفرانس با شکوه علمی فرهنگی تجلیل بکنیم. هدف مزید بود که آرا و نظریات فیضانی صاحب به نسل جدید انتقال پیدا بکنه و این هم رزمها و هم معاصران فیضانی صاحب طبیعتا عمر میر از اینا یک آرشیف فرهنگی تاریخی از اینا به یادگار بانه که نسل‌های بعد ما مفاخر بزرگ فرهنگی علمی خود بشناسن و این رابطه از نقل قول علما دانشمندان و چیز فهمان جامعه ما در همه عرصه فیضانی صاحب بشناسن. الحمدلله با
بله. ما مجموعه ویدیویی هم داریم و پی در پی خواستیم از اون مجموعه ویدیویی این کتاب ها رو نشر کنیم تا محققین و دانشمندان بله به ساده خودشون معلومات پیدا کنند در رسیل سلسله فیضانی صدق. بسیار تشکر استاد محترم. با شما وقت داریم و صحبت را ادامه می‌دیم.